درود به همه شما عاشقان کویر و گنج‌های پنهان دشت. امروز آمدیم به شهری که بیشترین گنج ایران در اینجا نهفته است و بیشتر مردمش گنجیاب شدن، حتی بدون هیچ دستگاه گنجیابی. باورتون میشه؟ قراره در آخر این ویدیو یکی از بزرگترین گنج‌هایی که در این شهر پیدا شده رو شما نشون بدم. تا انتهای این سفر مهیج با ناشناخته‌های ایران همراه باش. شهر زیبای سه‌قلعه، سرزمین گنج‌های پنهان، سنگ‌های شجر و قیمتی. اما میدونم شما هم مشتاقید بدونید چه گنج‌های پنهانی در این سرزمین نهفته است. همراه ما تا ثانیه‌های آخر این ویدیو باشید، مطمئنم پشیمون نمیشید. در ورود به شهر سه‌قلعه به دیدار استاد آرامش رفتیم، استادکاری ناماشنا که هنر دستانش بر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی این دیار جان میبخشه. آقای آرامش و قراره بریم باش آشنا بشیم. بفرمایید. درست اومدید. حتی ورودی خانه هم ببینید چه سنگ وزنش حدوداً 130 کیلو، ارتفاعش هم 90 سانت. بله. اسلایس‌های دیگه هم تو حیاته. میتونید طرح نقشه اینو به ما نشون بدین؟ الان گفتین اگه آب بریزین درست میشه. بله. یک زحمتی بکشین. بله الان آب میارم. و چقدر طرح زیبایی هست. شما دقت کنید به جزئیاتش و به رنگش. خصوص شهرستان سه‌قلعه و شهرستان سرایان، یعنی ما رو گنجیم، اینقدر از این سنگا هست واقعا هم دل بخواد. سنگ زیادی داره، خیلی واقعا لذت بخشه وقتی که نگاه میکنی به این سنگ جذاب که از دل کوه آمده بیرون و با این نقش و طرح بسیار دیدنی. ما باغچه گل هم دیدیم، سنگ هم دیدیم، باغچه سنگ دارن آب میدن به این سنگ ها. ببینید ما با این سنگا چقدر با این سنگ اینجا گرفتیم، با اینا عشق میکنیم. اصلا شما این سنگ رو ببینید، درست برسیم ببینید با پا میزنیم دور میندازیم، ولی این سنگ ما آوردم به اندازه سیب زمینی یا تا خمر بزرگتره. اینو برش زدم. حالا شما بگین این چیه داخلش؟ صورت انسان. بله دقیقاً داره نشون میده یه صورت انسان. گردن نگاه کنید، فک و دهن، قسمت سر، حتی مغز سر. بله همه جزئیاتش کامله. این سمت هم یک نفر دیگه هست. بله حتی به نظر میسه این یک خانومی. نگاه کنید موهاش مشخصه، این یه آقای، این یه خانوم دارن روبرو هم صحبت میکنن. ببینید شبیه عینکه. عینک نیست، عقیقه. مجاهره داشته باشید. عقیقه چی این اسمش؟ این عقیقه روتایل. روتایل؟ بله. اینی که پایی به جای موژه کار شده، این روتایله که داخل سنگ قرار گرفته. فوق العاده است. مرکزیت این کار ژئوده و حاله ای که عینک رو تشکیل داده اون عقیقه. چه توضیحات خوبی دارن استاد آرامش به ما میدن که ما رو با داستان سنگ ها و قصه های جذابش آشنا میکنن. دارم کم کم مشتاق میشم به داستان سنگ. همه اینا رو گفتین از کوه میرین؟ بله. از آقای آرامش خواستم که ما رو ببره به منطقه‌ای که این سنگ ها رو شکار میکنن و برای من و شما بسیار جذاب خواهد بود. همینجا دست راست بکش کنار، یه جای نگهداری سمت راست جاده تا دیر بخوای سنگ هر چقدر عقیق میخوای فقط بار کنه. چقدر عقیق. فکر میکنی عدسکشون بوده؟ نقل و نبات ریختن ها؟ چی خبره؟ اصلا باور کردنی نیست. اصلا راست میگه استاد آرامش. بعد بریم پایین ببینیم. پس از طی مسافتی رسیدیم به منطقه‌ای که استاد حسنی‌ها و استاد آرامش ما رو آوردن به کویر منطقه سه‌قلعه. برای همین میگن منطقه‌ای که گنج پنهان داره سه‌قلعه یعنی همین جا. حتی ما در زمانی که پیاده شدیم اینجا استاد گفتن که عقیق‌های زیادی به وفور پیدا میشه. بازم همینجوری هست. نگاه کنید، تعجب کردم. شما اینها همه عقیقه هستی که در اینجا وجود دارن. هر نوع سنگی رو شما میتونید اینجا ببینید. خب درسته. این یه تکه عقیق جاسپره. این عقیقه اصلا ندیدم من جایی. واقعا بیشتری خیلی تعجب. عقیق سپوسته. باور کردنی نبود. کنار جاده و هم وارد شدیم به جایی که میخوایم بریم شکار سنگ رو انجام بدیم با کمک دوستان.
همین ابتدا سنگ های متعدد زیادی بودن که اینجا رو ببینید بسیار زیاد هستن. این سنگ های سیاه رنگ چیه استاد؟ جان اینا که اینا سنگای طبیعی خود این منطقه که کلا این تپه‌هاش اگه نگاه کنید نگاه این سنگ شما ببینید. اینو ببینید. اینو نیاز داریم. ارزش دار این سنگه. کدوم ارزش دارتره؟ ببینید. خب این سلیمانی رنگش داشته باشین حالتی اصلیه. درست. این الان یه نگین از این در میاد. بهترین کاره. ولی روی زمین بگیریم ببینید کلا عقیق ریخته. نبات ریخته. این واقعا مثل یک تیکه چربی میمونه واقعا. اون چون عقیق پاکه. اسمش هم هست عقیق پاک. بله عقیق پاکه بدون رنگه. چقدر استاد حسن نیاز چی میگن اینجا ببینیم؟ آها این چی میتونه باشه؟ جانم این توجه ما رو به خودش جلب کرد. اون توپیه. توپی؟ بله توپی هایی که میان شانسشون امتحان میکنن. بعضی دوستان میگن آقا توپی سربست رو برام بریش بزن. پس اینو باید ببریم. بله اونو ببریم کارگاه. اینو میبریم حتما برای اینکه با هم بریم برشش بزنیم در کارگاه. حتما بیاین ادامه ویدیو برای اینکه مطمئنم داخل این سنگ و این توپی یک گنجی خواهد بود. فعلا که یک سنگ رو شکار کردیم. اینم یه توپیه. مگه میشه؟ بله. اصلا شما ببین اصلا تشخیص استاد این بوده که داخل این سنگ میتونه یک نقشی باشه. موقعی که بریش بزنیم میبینی که داخلش چیه. اینجا خوب دستگاه اینا به توپی شامسی هم معروفه. اینا بریش بزنن توپی جایی نگاه کنید. توپی شامس. شامس اقبال طرفی چیه؟ واقعا فقط یک لحظه ببین اصلا تشخیصش خیلی سخت ولی فعلا 2 تا از سنگ ها رو انتخاب کردیم. چه شانسی داریم امروز. این سنگ هم گفته شده که میتونه یک شانس داخلش داشته باشه. یک گوهر بله یک سنگ قیمتی نیمه قیمتی. این نشونه این که مثلا این منطقه توپی داره زیر زمین رو باید بکنی. این نشونهایی که روی زمین این نشونهای خداوند روی زمین میذاره شما بدونید زیر زمین هم هست. این قسمتی که عقیقا ریخته احتمال زیاد اینجا یه رگه سنگ بود باشه. درست. کنده بشه. اینجا احتمالاً که یه رگه باشه. این زمینش هم زیاد صفر نیست. اینی هم بیا آقای حسن یا بیان ببینین. اینم رگه که یه تکه درشت. این چه نوع سنگی میتونه باشه؟ احتمالاً که عقیق که از روش که عقیق نشون میده. حالا داخلش سلیمانی باشه چی باشه نمیدونم ولی خب برش بدیم. بعد برش. بله برش بدیم. این بعد برش بدیم چون نگاه کنید یک حسنیا هست. تا برش نخوره سنگ مشخص میشه. میگم رگه رو این یک رگه هست. بله اینجا رگه. بله. رگه. اینا برای هر شکل گنجی روی زمین خوابیده. کشورهای دیگه برای هر شکل جون میدن. بله. اما اینجا میگین چی؟ میگم تو کشورهای دیگه برای پیدا کردن یه توپی که شما اونجا پیدا کردیم یه دل کوه رو میکنن یه تیکه در میاره. حالا تو ایران ما این همه به فوفور هست اما استفاده نمیشه. درسته. یعنی به خوب استفاده نمیشه. درستی نمیشه. اینا باید فراوری بشه. دیگه یک نگه هم اومد بیرون. یک رگی واقعا پیدا کردیم و هنوز یه وجب نکردن رگ پیدا شد. بعدم ببین الان اینا 4 کیلو سنگه. دقیقاً 4 کیلو سنگ. اینا رو بعد بریم برش بزنیم درسته؟ آره ببریم برش اینا رو بریم برش بزنیم ببینیم چی داره و چه شکلیه. مطمئنم شما هم دوست دارید ببینید داخل این سنگ ها چیه. با ما همراهی کنید بریم به کارگاه ببینیم که چه محصولی از این سنگ ها میاد بیرون و چه طرح نقشی هست. همراهی کنید. اگه دنبال ماجراجویی و کشف مکانهای ناشناخته و دیدن انسانهای خاص و مرموز ایران هستی همین الان کانال منو سابسکرایب کن. قطعاً حال دلت با ما خوب خواهد شد. روزای اولی که سنگای کلا شجر و عقیق تو سقل اومده بود همدیگر مسخره میکردن. میگفتن از سنگ یکی نمیتونه پول در بیاره. و این چیزی بود که خدامرد بابای خودم بهم میگفت میگه بابا بچه ول کن این کارو. هیچکی نمیتونه از سنگ پول در بیاره. گفتیم ما میتونیم از سنگ پول در بیاریم. تو خدا رو شکر الان تو منطقه خیلی از بچه‌هایی که کارهای دیگه داشتن ول کردن اومدن سمت سنگ و همه‌شون هم ماشاءالله دارن خوب رشد میکنن.
این یه نعمتیه. بله اومدیم از صحرا اومدیم با کمک استاد ببینیم چی داره داخل این سنگ. امیدواریم که شگفت زده‌مون کنه. بفهم استاد. آمدیم به کارگاه برشکاری. برین استاد. و برش آقای حسنیا. رسیدیم به لحظه‌ای که انتظارش رو می‌کشیدیم. دقیقاً یک استاد حسنیا و استاد عزیزمون قرار اینها رو برای ما بشکافن، برش بدن، ببینیم که از کار خدا چی در میاد. واقعاً مشتاق شدیم ما هم به کار سنگ. خدمت شما ببینیم چی میشه. بفرمایید. بله بریم. بسم الله. بازش کنیم واقعا ببینیم چیه. وای واقعا قشنگه. واقعا قشنگه. یعنی شوق این لحظه رو ببینید. چه ته نازی. این چه نوع سنگی استاد؟ این سنگ عقیق سلیمانیه. عقیق سلیمانی؟ مرکزیتش یهود فشرده داره. یهود فشرده عقیق سلیمانی. لذت خاصی داشت و آماده ای تا بریم باز به سنگ بعدی. اینها سنگ هایی هست که امروز آوردیم باید امتحان کنیم. استاد حسنیا بریم برای بعدی. ناگفته نمانه قبل از اینکه اینو بشکافید زاویه برش مهمه. یعنی سنگ از این سمت برین یا از این سمت. آره. چون دیدم یک لحظه داشتی دقت میکردی که کدوم سمت برش. آره. این سمتی که ارتفاع بیشتره باید اگه خالی باشه این قسمت خالی خواهد. الان یعنی ما باید اینو اینجوری بشکافیم. آره. اصلا اینجوری حیف میشه سنگ. خراب میشه. یا باید سرشو بزنیم اگه خالی باشه. بله. احتمالاً خالی نیست. بله. خالی نیست. بازم اینجوری میزنیم. ببینیم چی میشه. احتمالاً خالی باشه. رسیدیم این خودم باز میکنم ببینم چی میشه. یا خدا این طرحو به ما داد. من ببینم خودم. به به. این چی میتونه باشه؟ این چه نوع سنگیه بهش میگین؟ اینم به حالت ژئود داره، وسطش به حالت منظر است، بهش میگن عقیق منظر. عقیق منظره. وسطش ژئود، این قسمت ژئود، اینجا هم بهش میگن شجر منظره. سنگ بعدی باز. عالیه 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 عالیه. بریم واقعا شوقه گنج. واقعا میگن گنج های پنهان یعنی همینه. ببینیم واقعا توی دل این سنگ چی قرار داره. این هم یک نمونه دیگه. تو خالی هم بود که این چی میتونه باشه؟ چی هست اسمش؟ پی ژئوده. عرضم خدمتتون اینا هم که عقیقه، دوش هم حاشیه عقیق. حاشیه عقیق نئوت ژئوت. این هم از با حاشیه عقیق. بزن تا یک خورده. حالت عقیقه نه درست. این عقیقه. یه قسمت ژئوت داره. بله. کدومش بیشتر ارزش من بتونم بگم طرحش یا خود عقیقش؟ کلسیدی واقعا یا جیپس کلسیدون. کدوم این؟ حالت جیپس هم هستش. ژئوت نی. دیگه قشنگه. آره. ولی تو حالی. بله. این سنگ بزرگی که پیدا کردیم چیه؟ یک جورایی مثل شیشه میمونه روش ها واقعا. عقیق یه دسته دیگه. یه عقیق یه دست که همش هم دیگه میشه. از همینجا من میزنم که میشه در بیارش. از این اصلا این جهت برش خاصی نداره این سنگ. اینم ببینیم. خیلی خوبه خیلی خوبه. عقیق سلیمانی؟ شجر هم داره این که. بله شجر.
اینو بهش میگین شجرا؟ این درخته داخل بله رسیدیم. استاد میگه این یک سنگ شجر هم هست. نگاه کنین یک طرح درخت، یک کوچیک انگار. بله بله. ممکنه یه لایه دیگه هم باشه. حتی لایه های مختلفی میتونه داشته باشه. چه حس خوبی داره واقعا. برای همینه که میگن ماچ میکنم. من کلا سنگ ماچ میکنم. واقعا باید ماچ کنی. شما حساب کن. من دارم از این نون میخورم. بله درست هم هست. ناگفته نمانه. شما حساب کنید این جسم یا این سنگ از میلیون ها سال، یک جسم دست نخورده از پیدایش زمین، یعنی این میلیون ها سال بوده که و این میشه گفت یک ماده ای هست که به ما شفا بخشه انگار. آره. چه شکل اردک هم هست. ولی خب بشکافیم ببینیم استاد حسنیا چی هست. بریم. بریم برای دیدن این گنج پنهان در سنگ. این گفت جواد آقا تصویربردارمون از پشت صحنه اینو انتخاب کرده. بعد ببینیم آیا شانسش چی است. این هم شانس جواد آقا. جواد این شانس توه. عقیق سلیمانی عسلی. عقیق سلیمانی عسلی. جواد جان اینم سهم تو بود، شانس تو بود. مبارکت باشه. ببر برای خود ببینیم. محصول نهایی سنگ میشه این محصولات جذابی که من داخلش قرار گرفتم. این یه توپی بوده که اگه این ما رو میومدیم جهت برششو از اینجا برش میزدیم یا از اینجا برش میزدیم، کلا این سنگ داغون میشد. ما اومدیم بغلشو پوسته برداری کردیم و این بابابویی خیلی قشنگ از توش در ببین چقدر قشنگه. همه این سنگ ها قشنگن. همین نمونه ها رو ببینید. همون سنگ هایی که برش زدیم میشن اینها. واقعا عالیه. پالشی خوردن، براق شدن و میشن یک اثر هنری فوق العاده پر احساس. کنار این قرار خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. یا اینو ببینید مثل یک درخت سرو میمونه. و وقتی میگیم گنج پنهان اینه که شما این لایه رو ببینید، یک لایه سرد و سخت، اما با یک لایه برداری ریز میشه این طرح جذاب در دل سنگ. این میشه گنج پنهان شهر سقلعه استان خراسان جنوبی. بیشتر شجر پاییزه سقلعه که وای خدا خیلی قشنگ. اصلا آدم به وجد میاد. طرح رو ببین. اگه بتونیم در تصویر اینو نشون بدیم. میخوایم از استاد حسنیا بپرسیم که قیمت‌های اینا هم چجوریه، چون میخوام آشنا بشید با قیمت‌ها. مثلا استاد حسنیا این نمونه چی میشه؟ این دستبند چند قیمت داره؟ این دستبند عقیق این در میاد 520,000 تومان. 520,000 تومان. بسیار خوش قیمت. این مثلا دستبند این مثلا باز به خاطری که شجره مثلا 570 580 خیلی زیباست. این قیمت گذاریش به خاطر شجرش و نوع کیفیتی که داره. مطمئنم که جنس طبیعت جنسی است که به ما انرژی میده. از ما انرژی نمیگیره. جنس مصنوعی که نیست که. اینا جنسی هست که از زمان پیدایش زمین بودن، همراه ما بودن و مطمئنم هر کی خرید کنه از این جنس طبیعت احساسی خواهد گرفت که یک سرمایه گذاری هست. یا مثلا این طرح‌ها اینا چند قیمته؟ این طرح مثلا 1,500 1,500 خیلی مناسبه. واقعا در این زمانه این قیمت بسیار مناسبه. مطمئنم خیلی شما دوست دارید که از این اجناس دیدن کنید، اطلاعاتی بیشتری در مورد سنگ ها بدونید که ما پیج استاد حسنیا رو میذاریم، استاد آرامش رو میذاریم، تماساشون رو میذاریم. هر کدوم از شما دوست داشته باشین از این طرح‌های گرانبها خرید کنید، میتونید به پیج استاد مراجعه کنید. قطعاً سفارش شما با تخفیف ارسال میشه اگر از کانال ناشناخته‌های ایران سفارش بدید. اینم قولی که اول ویدیو به شما دادم. یک سنگ قیمتی جذاب، یک گنج پنهان در دل این سنگ. واقعا ببینید خیلی قشنگه. این یکی از بزرگترین گنج هایی است که در این منطقه کشف. یک سنگ فقط برش خورده، یعنی یک سنگی رو هم بوده تونستن استادکاران
تشخیصش بدن، بیارنش در کارگاه برشش بدن و میشه این. فقط و فقط شما ببینید. تولید محتوای مستند کار سختی هست، زمان میخواد، هزینه میخواد. دوست دارم که با لایک و کامنتاتون و سابسکرایب کانال ناشناخته‌های ایران از ما حمایت کنید. امروز هم در کنار استادان عزیز سنگتراش بودیم در شهر بهشتی، شهر سه قلعه.